جلو صورتت؟ سورپرایز دارم براتون. چی؟ دیرین دیرین. ای وای، تو عروسی؟ بله. پشیمونی چی رنگی کردی؟ نه خیر. عروس چجوری به فکرت رسید موهاتو رنگی کنی؟ توی آخرین سفرم که با همسرم رفته بودم پاریس، دوست داشتم که از پرنسسای دیزنی ایده بگیرم موهامو خیلی خاص کنم. چه قشنگ. دوست داری یه کوچولو عطر رنگی موهات رو چشماتم کارشه؟ Exactly. فائزه جون، جونم. دوست دارم که توناژ رژ لبم بنفش باشه. یه ذره بنفش برات مناسب نیست، سنت هم میبره بالا. یه رژ عروسکی برات میزنم، خودتو ببین، اگه دوست نداشتی بعد عوض کنم. باشه. خیلی خاصه متفاوت شدی. حتی از اون چیزی که فکر میکردم خاص‌تر و خوشگل‌ترم شده. تازه دامادم خیلی خاص و متفاوته. چطور؟ موهاش بلوند روشنه و کچلوار رنگی داره. الکی. آره. مشتاق شدم کنارم ببینمتون. فائزه جون، تازه شام امشبم سلف سرویس فست فوده. چه باحال.